درود دوستان، در کاخ سفید در امریکا UFC مسابقه برگزار کردند و حاضر در رسانه ها همه در اطراف جنگ ایلیا تاپوریا و جاستین گیجی سخن میکنند، چون که یگان کس باوری نداشت که جاستین گیجی ایلیا تاپوریا رو شکست دهد. ایلیا تاپوریا 17 برد دارد، یگان باخت نداشت تا دیروزه و جاستین گیجی او رو شکست داد. او در راوند 4 از راوند 4 دیگه نبرآمد، چون که شاید خسته شد و زیاد ضربه خورده بود. فکر کنم که همون بینیش و جاغش همه شکسته بود و این اولین باخت ایلیا تاپوریا هست و او کمربند رو از دست داد و جاستین گیجی قهرمانی UFC شد. و دوستان، این تمام حاضر رسانه ها این در همین بابت سخن میکنند و یک جالبیش در این است که ارمان ساروکیان این هم جنگاور UFC است و در همین وزن می جنگد و شاید که اگر ایلیا تاپوریا دست بالا میشد غلبه میکرد جاستین گیج رو، شاید که با ارمان ساروکیان جنگ میکرد و متاسفانه این خیلی نشد. جاستین گیجی غلبه کرد و پیش از محاربه ارمان ساروکیان $1,000,000 برای برد جاستین گیجی مانده بود. $1,000,000 که یگان کس باوری نداشت که جاستین گیجی میبره و در همین جنگ محاربه فاوریت ایلیا تاپوریا بود. همه باوری داشت که ایلیا تاپوریا، من هم باوری داشتم که ایلیا تاپوریا جاستین گیجی رو شکست میدهد، حتی شاید که با طریق نکاوت، و متاسفانه برعکس شد و ارمان ساروکیان از $1,000,000 $4,700,000 برد. $5,700,000 شد، قریب $6,000,000. و ارمان ساروکیان گفت که شاید او با سمالیات پدرش همیشه هر جا پرواز میکند، پدرش سمالیات شخصی دارد، جت میگن، و ارمان ساروکیان گفته بود که اگر که جاستین گیجی برد، شاید که من سمالیات شخصی بخرم برای خودم رو، جتی شخصی خرم برای خودم رو، شاید بخرد. و بعد من باز در رسانه ها دیدم که ارمان ساروکیان با جاستین گیجی نوشته است که تو کدام ترک رو میخواهی، کدام همون ماشین های بزرگ رو میخواهی، من با تو هدیه میکنم. دوستان، در همین بابت نویسید. من در این ویدیو همون به قول رسوس تفکر و تبلیغات نمیکنم، چون که این کاری خوب نیست و این یک چیزی همه در اون بودن که ایلیا تاپوریا دست بالا می شود و فقط ارمان ساروکیان باوری داشت که جاستین گیجی میبرد و هم خودش برد هم جاستین گیجی. دوستان، در همین باره فکراتان نویسه. شما چی فکر داره؟ شما باوری داشته که ایلیا تاپوریا میبره یا که جاستین گیجی؟ این هم یک جالب است فکر شما رو فهمیدن. و در وزن مطلق، در وزن سنگین، تریل نگان قهرمان شد و حاضر کمربند وزن مطلق UFC در دست تریل گان هست. دوستان، این بود در UFC در کاخ سفید و با فکر من که جاستین گیجی جنگ شام رو گرفت. $400,000 در نهایت به او مبلغ داد، غیر از همون پولی که باید گیرد $400,000 برای شام جنگ و $400,000 دیگه پیش از مهلت مغلوب کردن حریفش و باز $25,000 دیگه برای چیز دیگه. خلاص غیر از گنرر، غیر از پولی که او باید برای دست بالا شدنش گیرد، با قریب $1,000,000 دیگه هدیه گرفت. دوستان، این خیلی پولی خیلی کلان است حتی برای امریکا. دوستان، فکرتان رو در این بابت نویسید. در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امید دیدار.